شما خودتون کدوم پایگاهی این ستاره بمباران کردید؟ من اینجا رو بمباران کردم. من گفتم که این دوتا، این اولی بود، این دومی بود. من وقتی اینجا رسیدم اینا زده بودن، دودشون بلند شده بود دیگه. بعد من دیدم که اینجا دیواراتش باز کردن، اینجا دور زدم رفتم یه مقدار اینجا دور زدم 20 ما رفتم. اینجا هنوز سکوت رادیویی بودیم بعد از بمب؟ بله هنوز صحبتی نمی‌کردیم. تا زمانی که اومدیم دیگه اون نفر دیدیم که عقب مونده، خضرایی، شهید خضرایی عقب مونده بود. بهش گفتیم چیه؟ البته یکی قبل از من رسیده بود بهش که اون یه مقدار آورده جلو. اشکال چیه؟ گفت اشکالم اینه که من هیدرولیک من دست دادم و ما دیگه بقیه رفتیم با یه تانکر بنزین گیری کردیم. برگشتیم باز اینجا دیگه از همین مستقیم زدیم اومدیم. دیگه نرفتیم تو همینجا مستقیم. دیگه بالا نرفتیم، از همینجا، نه از اینجا. از اینجا مستقیم اومدیم. البته 4 جواب بده. فکر میکنم تیر خوردم. بعضی از سیستمام از کار افتاده. پیکان شاهین پیکان به گوشم. هر 3 نقطه کور شدم. یکی از فشنگ‌ها ساییدگی پیدا کرده. چی؟ جناب سرهنگ، سیستم سوپ رسانیش خرابه. این فانتوم آخری نمیتونه بنزین بگیره. باید یه راه حلی پیدا کرد. شاهین الوند 4 سوختگیری انجام نشد، چیکار کنم؟ الوند 4 شاهین، خون سردی تو حفظ کن. بگوشم. به چسب من، میریم به طرف مرز. الوند شاهین، شما برگردید. شنیدم شاهین. تا کجا میتونیم ببریمش؟ شاید تا ایران برسه. اگه نرسید چی؟ دیگه هرچی هوا ما داشتن برای ما بلند کرده بودن. همینطوری توی مسیر من 2-3 دسته‌شون دیدم که از رو سرمون منتها ما رو که میدن این تو میخواستن دور بزنن، ما رد شده بودیم. ما هم گذاشتیم سرعت ماکسیموم و اومدیم رسیدیم لب مرز که دیگه F-14 بودن، F-50 بودن. برگشتیم اومدیم به طرف پایگاه. خب نزدیک پایگاه که رسیدیم همینطوری من سعی کردم آخرین نفر باشم. همه نشسته بودن و بعد من به کابین عقبم گفتم جوان مردی. آخه میشه صدا کن. یادش بخیر. خیلی خلبان خوبی. واقعا ما لذت می‌بردیم. خیلی قشنگ، خیلی شوخ‌طبع. واقعا توی پروازها اصلا روحیه میداد. گفتم جوان مردی چه احساسی داری؟ گفت که احساس خوبی دارم. گفتم من دوست دارم که الان بکشیم بالا بریم تا بی نهایت دیگه بر نگردیم. آخه آره. تو هم احساس منو داری؟ نمیخوای فرود بیایی ها؟ نه دلم میخواست این لحظات تا ابد ادامه داره. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. بر اساس اطلاعیه رسیده، عقابان تیزپرواز و خلبانان افتخارآفرین نیروی هوایی صبح امروز در یک شورش رعدآسا و قهرمانانه بزرگترین ضربه را بر پیکر پلید دشمن وسیع وارد کردند. هجدهم فروردین خدمت امام رسیدیم رحمت الله علیه. ارشاد رسیدیم خدمت ایشون. من قرار بود همراه شهید فکوری و سرهنگ هوشیار از طراحان عملیات، فرمانده پایگاه سرهنگ بوچین 4 نفری خدمتشون ارائه بدیم. بنده ارائه بدم توی نقشه که کجا رفتیم، چه مسیرهایی. نقشه که کدوم؟ این جوانمردیه. این منم. این رضایی خسروی که شهید شد. او پشتی فکر کنم خضرایی باشه، نمیدونم. این عکس که این بهرام هوشیاره. بهرام هوشیار همون نفر دوم که ریش داره. خب اینجا چی؟ اینجا این شهید فکوریه. این همون پردانه. این جوانمردیه. این بهرام هوشیاره. این خضراییه. اون ناصر کاظمیه. اون عقبی نمیدونم. اینجا کی؟ این عکس. عکس نمیدونم. خب اینجا چی؟ نمیدونم.
اینجا این روادگر کجا بودش؟ روادگر 10 سال اسیر بود. کابین یکی؟ نه این کابین یک بود. بله کابین جلو بود o zaman. کابین جلو بود. بله بعد از این مأموریت نه بعد سال 61 توی بوشهر زدنش. این فخار ابراهیم فخار رزرو رو زمین ما بود. رزرو رو زمین. همونجا که تو فیلم پرول پایرا خیلی کسی توش کرده. خب این نمیدونم که فکر کنم یه اردستانی باشه. بله اردستانی. این نیکوکاره کابین عقب بود، کابین عقب سواد و الان هم بنده خدا مریض. این اسکندریه، این مومنیه، اون زمان جانشین پایگاه بود. بالایی کابین جلو میگیشون کابین. آره اینا از پرسنل فنی هست. رضایی خسروی شهید شد بعد از اسکندری به رحمت خدا رفت، تصادف کرد. خضرایی شهید شد. ایشون هستن، ایشون هم 10 سال اسیر بود. بعد سلیمانی هست، ایشون هم هست که مریض سکته کرده. ایشون هم هست. کوپای عراقی هست. میشه اکبر پرسراویه، ایشون شهید شد. ایشون هم که پارسال به رحمت خدا رفت، منتها چون جانباز بود شهید. آذرفر شهید شد رفت تو دریا. جوانمردی هم هست. پایین هم ایشون شهید مصطفی اردستانی که بالاترین صوتی پرواز ایشون داشته تو خارج از مرز، درسته؟ بعد تقریبا بله. توکلی شهید شد، ایشون هستن. اینا ایشون هست. مهرگانفر هست، شهید بابایی، شهید آلاغا، آقا سیبک هست، ایشون هست. علایی ها که همون اساتید ما بودن، استاد خلبانه ما بودن. سرنگ قیدیان معاونت عملیات ناجا بود در اون زمان. بله هستش. بهرام هوشیار به رحمت خدا رفت، سرطان گرفت که استاد بنده بود. ایزد ستا همون بود که توی تانکر او طرف مرز و شهید خضرایی برد نشوند و ایشون خیلی در این عملیات کار کردن، تحریزی کردن. جناب دهنادی، همین دهنادی استاد خلبان بنده بود. ایشون هم الان هم پرواز میکنن در شرکت نفت. و قاسمیان هم که افسر اطلاعات عملیاتی بود در اون زمان و هستن. 15 روز اول جنگ، از اون زمانی که بمب خورد توی پایگاه، من رفتم دنبالی که ببینم بمب کجا خورده. نرفتم ببینم که خانم آیا بمب خورده، خونم چی شده، زن بچم. رفتم دنبالی که ببینم بمب کجای باند خورده، چون بلافاصله من دستور دادم 2 فرماند هواپیما آلرت بلندشن روی پایگاه دور بزنن. رفتم دیدم که باند خوبه. انتهای باند که رسیدم دیدم که 6 فرماند هواپیما کف زمین داره میاد. انتهای باند رسیدم، یه جای هست بهش میگن دی آرمینگ اریا که هواپیمایی که از پرواز مینشینن اونجا میان اون مهماتش رو خنثی میکنن که برمیگرده یه موقع فایر نشه، حساب تیراندازی چیزی نشه، بمبی نیفته. اونجا ماشینا گذاشتم، بلافاصله به دور رفتم طرف این 23 میلیمتری که انتهای به حساب سر او طرف باند گذاشتن. حالا میدونم طرفشون، میگم ما داره میاد بزنین، اونا هم دارن تماشای من میکنن. از رو سرمون رد شدن دیگه، رد شدن بمبا رو رها کردن. بمبا رو که رها کردن، بمبا با چتر، چون اونا بمباشون بمبای شرقی با چتر میاد پایین، اونایی که میخوان ارتفاع پایین رها بکنن. مال ما یه بالکای داشت، از عقب بالکا باز میشد، ولی مال اونا با چتر میامد. این بمبا که داشت میامد پایین، من همش خدا میکردم اینا توی باند نخوره. تمام تو دلم خدا بود که تو باند نخوره. بعد همش از شکر خدا خورد طرف چپ باند، یکیش خورد بغل باند، یکیش خورد بغل باند، یه مقداری باند صدمه دید. من از اونجا که از قبلم عرض کردم پیش بینی کرده بودم، یه سری صفحاتی بود که اینا به هم وصل میشد. بلافاصله سرباز اینا و خواستن ماشین جارو اومدن و اینا رو جارو کردن، سربازا تمیز کردن، این صفحات انداختیم، هواپیما بلند شدن دیگه. ما شروع کردیم و من اومدم دیگه فراموش کردم زن، بچه، زندگی، خونه. بعد از 15 روز
بله بعد از 15 روز نشسته بودیم گفتم بچه ها، چون زنگ زدم به خونمون دیدم کسی جواب نمیده، زنگ زدم به گفتم حتما رفتم پیش باجناقم تهران، زنگ زدم به باجناقم، ایشونم از افسرهای بازنشسته بود، بلافاصله بعد از انقلاب خودش رو بازنشسته کردم. گفت بابا گلی به جمالت، نمیدونی زن و بچت کجا؟ نه اینجا نیومدن. بعد زنگ زدم کرماشا به برادرم خواهرم اینا خونه خود مادر خانم، گفتن نه نیومدن. خدایا زن و بچه من. گفتم بچه ها برید ببینید نکنه اینا بمباران شده اینا از بین رفتن. که بعد آمدن گفتن نه خونتون سالمه. یه فامیلی داشتیم تو همدان، زنگ زدم اونجا گفتن آره دیدم خانم اونجا. گفت من هر روز می آمدم در پایگاه و آره ببخشید من احساساتی هستم یه مقدار. الان چه احساسی داشتین صحبت میکردیم؟ احساس یه مقداری آدم میره تو وضعیت اون موقع. چی خوب بود یا نه؟ نه خوبه، اون روز خوبی بود، برای ما روز خوبی بود، چون واقعا انتظار نداشتیم که همه صحیح و سالم برگردیم، ولی وقتی همه برگشتیم صحیح و سالم خیلی خوشحال بودم. من یکی خیلی خوشحال بودم که تونستم ببرم بچه ها رو برگردونم همه الحمدلله صحیح بیان. او هواپیمام که صدمه دید شب برگردوندنش تو پایگاه بود. شب دو تا چیز میخوام بپرسم. الان بخواید با این نقشه‌ای که رفتین عملیات کردین با خانمتون صحبت کنید چی میگید؟ با بچه‌ها بخواید صحبت کنید چی میگید؟ میگم بالاخره خواست خدا بود، خداوند و دعاهای شما، دعای خانم من همیشه دعا میکرد، دعاهای شما گیرا بود و ما الحمدلله تونستیم این مأموریت رو بتونیم بریم با سرافرازی انجام بدیم و برگردیم سالم بنشیم. چی دوست داشتین الان دوست داشتین بهش بگین تو این چند سال زندگی نگفتین تو این جلو دوربین بگین؟ من فقط میخوام بگم که عزیزم حلالم بکن. بله ما واقعا نتونستیم اونطوری که شاید باید خدمت بکنیم و جبران این زحمات چند ساله و این همه خون دل خوردن ها و این همه ناراحتی ها و اینا رو نتونستیم جبران کنیم. از خدا میخوایم که خدا خودش کمک کنه و خداوند خودش عوض بهشون بده. بعد نمیشد خوشی های امروز من را مدیون شما هستیم. ما واقعا خوشی های امروزمون رو مدیون شما هستیم. اختیار داری. ما همون مدیون همه شهدا هستیم. به هر حال شما اگر نبودین نمیدونم چه اتفاقی میافتاد. نه همونطوری که تو صحبتام گفتم مردان مرد اونا بودن که داوطلب رفتن، هیچ ما خرج برامون شده، ما آموزش دیده بودیم برای کار، وظیفمون رو باید انجام میدادیم. حالا اگر اضافه بر وظیفه کاری کردیم اون دیگه با خدا. امیر براتپور